ابتدای در این مورد بوده است و سلیمان قیومov تقدیرش چی شد چون شهروند تاجیکستان است. تشکر. و از دیگر دست بکرد و اون است که طرفداران رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که بنابر تهدید مرگ او در تاجیکستان او به خارجه سفر کرده است و نگاه شما به این نظر به این عقیده چی است که آیا واقعا در تاجیکستان به کبیری خطر تهدید میکرد و جمله شما وصل عمر یکم تخصصی علیه با ما از طرف مقامات خطوط شدنی است. لیکن اویدی هم اصلا که دستگیر شده است سلیمان قیومov درخواست اویدی پیشنهاد کردن موارد شخصیت اون پاسخ شد. ما موارد جمع کرده با مقامات حقوقی ترکیه پیشنهاد ما در روز اول سال کردیم که برای شدن جمعیت ما اومده هستیم کمک کنیم مگر چیزی که ما واسطه بوده لیکن درخواستی به خود اشتراکی نیست و او اشتراکی جلو بوده نسبت سلیمان قیومov قطع شد ادامه دارد یکم قراری معین قبول کردن شد. واسطه با نسبتی کبیری بود که تهدید کشتار باشد یا تهدید یکم جنایت باشد یکم چیزی با اون واقعا گفته شده نیست یکم تهدید هم وجود ندارد.